مردم هستند. بعد از انقلاب یه عده نخواستن دروازه‌بان تیم ملی باشه. برای همین قانون تصویب کردن که بالای 27 سال نمیتونه به تیم ملی دعوت بشه. حجازی اون موقع 29 سالش بود. وقتی به مربیگری روی آورد بازم جلوی پاش سنگ انداختن. اونقدر که برای مربیگری رفت کشور بنگلادش. خودش میگفت روزهای اولی که تو بنگلادش بودم فقط میتونستم روزی یه وعده غذا بخورم. مجبور بودم نون و موز بخورم. سختی کشیدم اما از اصولم دست نکشیدم و جلوی کسی تعظیم نکردم. همیشه پشت مردم بود و دردهاشون رو میگفت. یه بار برای اینکه نشون بده حضور مدیرای غیر ورزشی تو ورزش چقدر بده، تو انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد و گفت انگار آقایون از حضور من ورزشی تو سیاست تعجب کردن، پس چرا هیچ کس از حضور افراد غیر ورزشی تو ورزش ما تعجب نمیکنه؟ حجازی تا آخر عمر با شرافت زندگی کرد و امروز فارغ از رنگ آبی و قرمز محبوب دل همه مردم ایرانه. بعد از مرگ ناصر خان روی سنگ قبرش نوشتن من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی، ولی با ذلت و خواری پی شبنم نمیرم.